به تخت جمشید خوش اومدی، جایی که قلب امپراتوری هخامنشی برای قرنها توش می‌تپید. شاید جالب باشه بدونی در ساخت تخت جمشید هیچ اثری از برده و بردهداری نیست. برخلاف مصر باستان، در سرزمین پارس کارگران حقوق می‌گرفتند و کار می‌کردند. اما سوال بزرگتر اینه: چرا ما امروزه نمیتونیم همچین چیزی رو بسازیم؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. به کانال خودتون گردشگر شو خیلی خیلی خوش اومدید. یه جایی تو دل کوههای زاگرس هست یه سازه سنگی که بیشتر از 2500 سال عمر داره. نه دره است نه قلعه. یه شهریه که پادشاهان واسه خودشون ساختن. اما سوال اینجاست: چرا یه پادشاه باید پایتختش رو وسط کویر بسازه؟ چرا ستونهاش هنوز بعد از قرنها محکم و استوارن؟ اگر آماده‌ای بزن بریم به جایی که هر سنگش یه داستانه. میدونی بعضی جاها هستن که فقط با یه قدم گذاشتن داخلش انگار زمان وای میسته. انگار صدای قدم‌هات با قدم‌های پادشاهان باستانی قاطی میشه. حالا تصور کن جایی رو وسط کوههای خشک و خاموش فارس، جایی که سنگ‌ها هنوز نجوا میکنن و هر نقش و نگاری که رو دیوارهاش مونده یه راز پنهانه. اینجا نه فقط یه اثر تاریخی، بلکه یک افسانه واقعیه. به تخت جمشید خوش اومدی، یا شاید بهتره بگم پارسه، جایی که قلب امپراتوری هخامنشی برای قرنها توش میتپه. اگر از شیراز راه بیفتی و به یه مسیر حدوداً 1 ساعته به سمت مرودشت بری، درست پایین کوه رحمت چشمات با اولین تصویر تخت جمشید قفل میشن. اینجا فقط یه ساختمان نیست، اینجا یه سکو از سنگه با ارتفاع 15 متری از زمین که انگار خودش رو از خاک جدا کرده تا نزدیکتر به آسمون باشه. اما قصه ساختنش چیه؟ حدود 2500 سال پیش داریوش بزرگ دستور داد این بنا ساخته بشه. البته خودش فقط شروع کننده بود. خشایارشا، اردشیر اول و شاهان بعدی اومدن و هر کدوم تکه‌ای از این شکوه رو کامل کردن. جالبه که اینجا پایتخت سیاسی نیست و نبوده. برعکس محلی بوده برای آیین‌ها و جشن‌های بزرگ مثل نوروز. یه جور نمایشگاه بین‌المللی تمدن هاست که اتفاقاً اسمش یعنی دروازه ملت ها هم دقیقاً همین رو فریاد میزنه. پرسپولیس از سنگ‌های بزرگ تراش خورده ساخته شده. بعضی از سنگ‌ها بالای 15 تن وزن دارن. حالا قدم‌هات رو آروم و بذار روی پله‌های ورودی. پله‌هایی که اینقدر با ظرافت طراحی و ساخته شدن که انگار می‌خواستن هر کسی که بالا میره حس کنه داره به یک مکان مقدس وارد میشه. از همونجا میرسی به دروازه خشایارشاه، جایی که نمایندگان کشورهایی مثل مصر، یونان و بابل ازش رد میشدن. اونا هدایاشون رو می آوردن، لباسهای محلیشون رو می پوشیدن
و وارد بزرگترین تالار مجموعه می شدند، یعنی تالار آپادانا، تالاری با 72 ستون بلند، ستونهایی به بلندای درخت نخل، با سرستونهایی به شکل گاو، شیر و عقاب. اما اون طرفتر تالار 100 ستون قرار داره، محل جلسات شاهنشاهی و تصمیم‌گیری‌های مهم. یکم اونورتر کاخ تچر، کاخ اختصاصی داریوش که با ظرافتی بی‌نظیر ساخته شده، اونم بدون ملات، فقط با تراش دقیق سنگ‌ها. همه اینا با هم یه چیزی رو بهت میگن، اینکه معماری اون دوران فقط فنی نبوده، روح داشته. مثلا میدونی زیر تمام این سازه ها یه سیستم زهکشی مخفیه که آب بارون رو هدایت میکرده، یا اینکه هیچ تصویری از جنگ روی دیوارها نیست، فقط صلح و ادب و احترامه. حتی متونی که روی دیوارها حک شده به چند زبون حکاکی شده، مثل زبونهای ایلامی و بابلی. مثل اینکه بخوای امروزه اعلامیه‌هات رو برای کل دنیا ترجمه کنی. شاید جالب باشه بدونی در ساخت تخت جمشید هیچ اثری از برده و بردهداری نیست. برخلاف مصر باستان، در سرزمین پارس کارگران حقوق می‌گرفتند و کار می‌کردند. بر روی یکی از سنگ‌نوشته‌های این بنا نوشته شده که داریوش بزرگ میگه خدایا این کشور رو از خشکسالی، دروغ و دشمن محفوظ بدار. توی دیوارها علائم مهندسی عجیبی وجود داره که بعضیا معتقدن نشونه دانش نجوم و ریاضی پیشرفته اون دوران بوده. هنوزم بعضی مجسمه ها اثر رنگ روی خودشون دارن و این یعنی در اون زمان مجسمه ها رنگی بودن. شاید برای همه‌تون این سوال پیش بیاد که چرا اسکندر این شهر رو آتش زد. یه روایت هست که میگه اسکندر مست بوده و دست به این کار زده. یه روایت دیگه هم هست که میگه برای انتقام گرفتن از آتش زدن آتن توسط ایرانی ها بوده که دست به این کار زده. هنوزم که هنوزه مردم بومی اون منطقه میگن بعضی شبا صدای زمزمه هایی از دل سنگ ها شنیده میشه. نمیدونم واقعیه یا نه، اما اگر یه بار بری اونجا و توی سکوت اونجا وایسی، خودت حس میکنی که یه چیزی غیر عادیه. بهتر بدونی بهترین زمان برای بازدید تخت جمشید قطعاً صبح زود یا نزدیکای غروبه. نور کم خورشید باعث میشه سایه ها روی نقش برجسته ها جون بگیرن و همه چیز با جزئیات بیشتری به چشمت بیاد. اگر پاییز یا اوایل بهار بری اونجا فوق‌العاده‌ایه، چون آب و هوا کاملا باب میلته. رفت و آمد هم به این مکان اصلا کار سختی نیست. فقط کافیه توی گوگل مپ بنویسی پرسپولیس یا تخت جمشید. فاصلش با شیراز حدود 1 ساعته که بلتر با ماشین شخصی بری راحت تری. ولی تاکسی و تورهای 1 روزه هم هستن که بتونی باهاشون بری. من خودم اولین بار صبح زود رفتم اونجا. دمدمای طلوع آفتاب بود. یه نور طلایی افتاده بود روی ستونها. حس میکردم زمان وایستاده. خودم بودم با اعضای خانواده و به غیر از ما کسی نبود. همه چی ساکت و آروم بود.
فقط صدای پای خودمون و پرنده هایی که از لابلای ستونها رد می شدن به گوشم می رسید. برای چند لحظه حس کردم تو دل تاریخ ایستادم. خودم رو در کنار کسانی که در گذشته اینجا بودن تصور کردم. در کنار کسایی که اینجا زندگی میکردن و حتی از جونشون میگذشتن برای محافظت از اینجا. اگر یه بار بری تخت جمشید، توی اون سکوت طلای صبح، دیگه تا آخر عمر یادت نمیره. آخرش که برمیگردی پایین، یه نگاهی بنداز به اون همه شکوهی که اون بالا دیدی. اون موقع شاید از خودت بپرسی چطوری اون زمانا بدون تکنولوژی اینو ساختن. اما سوال بزرگتر اینه چرا ما امروزه نمیتونیم همچین چیزی رو بسازیم؟ دوست دارم واقعا نظرت رو بدونم و خوشحال میشم جواب این سوال رو در قسمت کامنت ها بنویسید. به نظر جذابترین بخش تخت جمشید کجاست؟ تالار آپادانای دروازه ملت‌های یا اون سکوت سنگینی که در دل کوهه؟ نظرت رو حتما برام بنویس تو کامنت ها. اگه از این سفر تاریخی لذت بردی، لایک یادت نره. و اگه هنوز عضو خانواده گردشگر نشدی، همین الان سابسکرایب کن، چون قرار با هم بریم سراغ رازهای بعدی. پس تا رازی دیگه و سفری دیگه، خدا نگهدار.